یکی از نعمت‌های بزرگ و به همتایی که برای این امت پروردگار مهربان عطا کرده است، این نعمت برادری است. و همین چیز رو ما در بسیار جامعه ها قریب که نمیبینیم. نعمت برادری. الله سبحانه و تعالی در سوره حجرات فرموده است: انما المؤمنون اخوه. ناز گوش کنید، مؤمنان بین یکدیگر برادر هستند. این به این معنا هست که مؤمن که وقتی اعلام ایمان خود را میکند، شخص وقتی اعلام ایمان خود را میکند، با همون کسی که مؤمن هست باید برادر باشد. چون ما میدونیم که مؤمن یک پارچه عضو امت است. بنابراین همین برخوردش هم باید که با یک پارچه خودش باشد. مؤمن با طلبات شریعت با یکدیگر باید برادر باشد. وقتی که وارد اسلام شد، حق برادری را کسب میکند و از دیگران نیز حق برادری را طلب میکند. و این نعمت‌هایی هست که در دیگر جامعه ها خیلی اندک است یا حتی دیده نمیشه. در دیگر آیات الله سبحانه و تعالی فرموده است: فاصبحتم بنعمتی اخوانا. شما با نعمت پروردگار بین یکدیگر برادر شدید. همینجا نگاه میکنید همین برادری یکی از نعمت‌های الله سبحانه و تعالی است که به ما عطا کرده است تا ما متحدی خود را نگاه داریم، تا ما نیروی خود را نگاه داریم.